وقتی که من و شما مسجد آمدیم، یکی از سنت های خاص جناب پیغمبر این است که انسان با پای راست بسم الله گفته داخل مسجد شود. وقتی بسم الله گفتی داخل مسجد شدی، بعد از آن اللهم صل علی محمد و علی آل محمد صلوات گفتن. بعد از آن دعا کردن که اینها از پیغمبر بزرگوار ثابت شدن. اللهم افتح لی ابواب رحمتک، ای پروردگار درهای رحمت در روی من کشاده بگردان. یک سنت خاصی جناب پیغمبر، پروردگار درهای رحمت در حیات من کشاده بگردان که امروز چقدر من کمبودی از رحمت تو دارم، چقدر ناقصی و نارسایی از رحمت تو دارم. وقتی داخل شدی، وقتی نماز نباشه، وقتی امر معروف و نهی منکر نباشه، 2 رکعت نماز تحیه مسجد که از سنت های جناب پیغمبر 2 رکعت نماز تحیه مسجد بخوان. اگر وقتی مانع صلات نباشه، وقتی میخواهی دوباره از مسجد بیرون شوی، باید اهمیت بدی که با پای چپ از مسجد بیرون شوی. این سنت های جناب پیغمبر است برادران عزیز. با پای چپ از مسجد بیرون میشوی و برای خود میگوی که دعا میکنی دوباره که با بسم الله گفته بیرون میشه، میگو اللهم انی اسالک من فضلک، پروردگارا من از فضلت، از زیادتی رزق و برکت حیات از تو طلب دارم. پروردگارا فضل تا برای من نصیب کرد، مشکلی ها ما آسان بگردن، برکت در حیات من نازل بفرما تا اینکه از رنج و مشقت دنیا نجات بیابم. این یکی از سنت های خاص جناب پیغمبر است برادران عزیز.